اوه سنگینه، نمیتونم بکنم. اوه نمیاد آجی. مخلص بچه های یوتیوب، خوش اومدید به دومین ویدیو از چنل من. ویدیوی قبلی ما انقدر صحبت کردیم، انقدر حرف زدیم، اصلا توی این ویدیو من روم نمیشه دیگه صحبت کنم. بهتون گفته بودم بچه ها این فک من گرم بشه خب دیگه اصلا هیچ احدی جلودارش نیست، فقط باز و بسته میشه. یه جای مناسب برای این باید پیدا بکنیم. به همین سادگی تمام شد و رفت. آقا خب طبق حرفایی که زده بودیم قرار بود که ما توی این کانال، توی این چنل فعالیتمون به چه شکل باشه. قرار بود که ما از تمریناتمون تغذیه هم و چه تو دوران آف و چه تو دوران آن داشته باشیم. شدت تمرینات که به صورت نیمه حرفه‌ای میشه گفت، ما حرفه‌ای نیستیم که، ما آماتوری انجام میدیم اینا رو. و امروز ما یک ویدیو کامل از تمرینات رو توی باشگاه پیش هم دیگه داریم و اینکه با هم میریم باشگاه و با هم شروع میکنیم به وزن زدن و نکته هایی که توی هر تمرین هست، توی هر ست هست، توی هر حرکت وجود داره من براتون میگم و اینکه تا اونجایی که بلدم البته دیگه، یعنی تا اونجایی که تجربه بهم یاد داده بهتون میگم و با شما در میون میذارم. و از شما هم تقاضا دارم، خواهش دارم که با لایک کردنتون، با سابسکرایبتون ما رو حمایت بکنید. منو دیگه، یه نفرم 10 نفر نیست دیگه، منو حمایت بکنید. آقا امروز سینه میزنیم با سرشونه. گفتم بذارید اولین ویدیوی تمرینی پا نباشه و با یک عضله که همه دوستش دارن شروع بکنیم. سینه رو همه دوست دارن، همه. شروع میکنیم امروز به تمرین کردن. دیگه زیاد صحبت نمی کنم. تو باشگاه منتظرتونم، بیاید اونجا تمرینات رو شروع بکنیم که ایشالله روز خفنی داشته باشیم. حرکت اول، خب 4 ست کول هالتر میریم. خب 2 ست اولش رو گرم میکنم، یعنی سبکتر میزنم، 2 ست بعدی رو سنگین میکنیم. امروز میخوایم سرشینه رو تمرین بدیم، یه دونه تریست هم پشت سر هم سینه میزنیم. این میکروفونه اذیت نکنه. دو ست اول، 3 ست اول، حتی تو هر حرکت وقتی تازه دارید تمرین شروع می‌کنید سعی کنید گرم کنید. صدا میزون شد، از این برم دستم داره میاد چیکار باید بکنم. بلقش داره دستم. اینم 20 تا، ست سوم. بچه‌ها این حرکت اوله، بیشتر زیاد فشار نمیارم، سعی میکنم حالت گرم کردنی باشه، بعد میریم برای حرکت‌های بعدی. فعلا اینو بزنیم بعد میریم پرس سرشونه دستگاه.
آب بین تمرینتون، بین ستاتون جرعه بخورید. یه جا بخورید دل درد میگیرید. بچه ها حرکت دوم بره سرشونه دستگاه. خب زیاد فضا نداره اینجا، مجبور از پایینه بگیریم. آقا اینم طبق روال یه ست اولش رو سعی میکنم وارم اپ بزنم. یه خورده خجالت کشیدم و قرمز شدم، همه نگاه میکنن یه جوریه، میدونی چون جدیده اینجوریه. 2 3 4 5 6 بچه‌ها حتی الامکان این کمره رو اینجوری نکنید، میفته رو بالا سینه. کمره رو بچسبونید کامل به صندلی. حالا من بعد عادت کردم خب، ولی درست نیست. این کمر باید بچسبه به صندلی. ست دوم یه 2 پله سنگین کنیم. ست قبلی رو 15 تا زدم، این ست 12 تا با می‌زدم، ولی خب چون سباش بود 15 تا زدم. این ست رو 2 تا پله سنگین کردم، همون 12 تا کافیه. 12 تا زیاده. 2 3 4 5 6 8 2 آهنگو من با این یه دید زده بودم و وکیوم میکردم، ولی شیکم داشتم قشنگ نشد. 5 ست ما اینو میزنیم بچه ها. 2 تا 12 تا 2 تا 10 تا یه دراپ. سنگینه، نمیتونم بکنم هم جونم رو میگیره. سنگینه ولی میکنم. بیا ولشون کن. نمیاد آجی، جونم رو میگیره. حل عالی. دست شما درد نکن، مرسی، خدا خیرت بده. ببینم 4 سنگین بود ولی حالا یه پله سبک کردم چون نمیخوام من خدا مزاحم بقیه بشم. یادم الان تمریناتم به اون شدت سخت نیست. هیدر 2 3 4 5 6 هیدر. چون این تمرینام برای این قسمت این خلفیه بچه‌ها، این خلفیه، این میانی، این قدامیه. این قسمت میگن سرشونه قدامی. اینی که الان ما داریم میزنیم برای سرشونه قدامیه. فیگوری هم که بهش فشار آورد همین فیگور کولو یه دونه حالت
اسمش نمیدونم چی، اسمی نداره اصلا. جمع دست کمر اینه. ساید هم میشه گرفت ولی ساید بیشتر برای خلفی و میانی. خدا خیرت بده. مرسی. این ست دراپ 3 4 5 6 دراپ هم براتون توضیح میدم. 1 2 3 4 خالی بریم باشه. برسه به ناتوانی. دمو میبینید بچه ها دراپ اینطوری ها. بچه ها دراپ اینطوریه که شما یه وزنه‌ای که بیشتر از توانتونه رو، مثلا شما 100% توان داری، یه وزنه میذاره که 110% باشه. من اینطوری میزنم. اونو شما وزنه رو میذارید 4 تا 5 تا 6 تا را بزنید، ولی خب 4 5 تا فکر نکنم بیشتر بشه. اونو میزنید بعد میذارید بلا فاصله 40% کم میکنید. میزنید دوباره 10 تا 12 تا جایی که نتونید دیگه بلند کنید. دوباره میذارید 40% دیگه شو کم میکنید تا آخرین لحظه. من تا آخرین وزنه میرم. شام داره در میاد. بچه‌ها دست چپ میاد بالا. 5 دست راست. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. حالا میاد 4 تا 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 خب وزن سبکه رو میذاریم، سنگینه رو برمیداریم. 5 تا 8 تا بستگی به توان داره. بریم ببینیم. 1 2 3 4 5 6 زاویه هم خوب نبوده. بپذیرید از من دیگه. حالا ویدیو اولی است زیاد گیر ندید. حس خوبی دارم آجی، میدونی نسبت به این ویدیویی که داریم میگیریم حس خوبی دارم. میدونی چیه؟ چرا حس خوبی دارم؟ چون خودم الان میدونی چیه؟ قبلا از حرف مردم میترسیدم، از نگاه های مردم میترسیدم. من دارم نمیترسم. یه گنده شدم دیگه. اینا خود سبکه ها، میتونستم سنگین تر بزنم ولی سوالت استراحت هم الان نمیخوام زیاد فشار بیارم. 4 5 2 حالا وزن سنگین 8 تا میزنیم. ایران یه موقعی شما به ناتوانی نزدیک میشی. خب
حالا مثلا تعداد دو تا آخری رو من کمر زدم، ایرادی نداره. وقتی که به ناتوانی نزدیک میشی این تقلبا طبیعیه. بدن سعی میکنه که به صورت ناخودآگاه است، بدن سعی میکنه که هر جور شده اون وزنه رو بزنه. ایرادی نداره اگر 2-3 تا اینجوری بشه، حواستون باشه، ولی در کل به کلیت حرکت حواستون باشه. ولی ایرادی نداره 2-3 تا شکلی بشه. سرگرم تمرین شدیم، ساعت رو نفهمیدیم چند است. بلش کن تو بزنه. میگه که وقتی میخوای موفق بشی خب برگشت یادم رفت. اشتا همینو بزنیم ببینم میتونم. حرکت بعدی سرشونه هالتر از جلو یا اسمیت از جلو نشسته، 2 تا 12 تا، 2 تا 10 تا، یه دونه 6 تا. بریم ببینیم بگونه دورمون برسه، چون خیلی سر حرکت قبلی من خسته شدم. خیلی رفت بالا. بچه ها اونایی که مبتدی تر هستید، خب این نیمکت پشت سر منو میبینید؟ از این نیمکت ها 2 مدل داریم، یه دونه کوتاهش هست یه دونه بلندش هست. نیمکت که نیست، صندلیه. یه دونه کوتاهش هست یه دونه بلندش. شما از بلندش استفاده کنید. اونایی که یه خورده مبتدی ترن از بلندش استفاده بکنن که یه موقع خدای نکرده چون ناخودآگاه یه خورده کمر اینجوری میشه، اون بلندا باشه آسیب، احتمال آسیب یه کوچولو میاد پایین‌تر. بهتره دیگه، آدم باید مراقب خودش باشه. آبمو کجا گذاشتم؟ به قول حدیثشون الهی به امید تو. آها خوب به آدم یاد میده یه چیزایی. واه به خاطر وقتتون تعریف کنم بچه‌ها، من یه باشگاهی تمرین می‌کردم. این اسمیتو می‌بینید؟ اینو بچه‌ها تا موقعی که کامل نذاشتش ولش نکنید. من یه سری همین حرکت داشتم می‌زدم، تمام شد اومدم بذارم سر جاش، خب یه دفعه دستم اینجوری لیز خورد. خب نزدیک بود بچه‌ها این بیاد پایین مثل گیوتین بچه‌ها، سر و کله و بدن و بدن همه رو له میکنه ها. خیلی خطرناکه. جناحو میگم جناح ترقوه رو میشکنه. تا موقعی که کامل نذاشتیدش و مطمئن نشدید که سر جاشه ولش نکنید. ولی خودمونیم ها، عالمی داره ها ویدیو گرفتن و تمرین با شماها و خیلی باحاله. خوشم اومده، کارتون ساخته است. خب بچه‌ها ست دوم 10 تاه سنگین کردم، یکم به اندازه 10 کیلو سنگین کردم. بریم که داشته باشیم.
همه عضله تو این 5 تا آخره. 6 7 8 اسکاتش کنیم. همه برعکسن، همه از اسکات فهم کنم بگیم اسکات بود. نه سه 4 بسته شده 5 هفته آخر استراحتم، آف سیزنم، فعلا بدنم خیلی خالیه، به خاطر همون خیلی فشار نمیارم. سه کمتر 4 6 حالا زحمت بشه. اوکی بلش کن نه بل کن. داداش دمت گرم، خدا خیرش بده، کمکمون کرد. چقدر خوشتیپ بود دیدی؟ هم خوشگل بود هم خوشتیپ بود. حالا ما رو نگاه تقصیر خودمونه، خودمون ورزش خودمون شکلی کردیم. بچه دمون آقا کنید. ما امروز بیشتر این قسمت رو تمرین داریم، مال چپ هم میخوره ضعیفتر. میریم الان برای سینه. با اینکه دست راستم ولی چپم بهتر میگیرم. بچه‌ها این فیگور اسمش کوارتره، کوارتر راست چپ تو مسابقات میگیرم. بریم سینه. 2 تا 12 تا میزنیم، 2 تا 8 تا. با 20 دارم شروع میکنم. هر کاری دوست داشتی بکنی بکن. من مزاحم شما شدم، شما که مزاحم من نشدی. 25 آوردم. 20 خیلی سبک شد. 25 هم اوکیه. ببینیم تا 35 میتونیم بزنیم امروز. بدنم خالیه. هیدر. دو
3 4 5 6 ست سومه 30 آوردم. میریم تا 35 هم میریم انشالله. امروز دمبلاتون رو بذارید سر جاش. سنگینه ولی ببرید، قویتون میکنه ها، جدی میگم. یه بالا خوبه خوبه هیدر. سی و 35 پیدا نکردم، 40 آوردم. ولی خب زدیم. اگه 35 پیدا میکردم 40 نمیزدم. بچه‌ها سه ست، آره 3 تا 12 تا فلای ها میزنیم. چجوری میزنیم؟ نها کن میاد بسته میشه، برگشتش 3 ثانیه میشه. 1 2 3 چند تا زدم مثلا؟ 1 2 3 یه دونه سنگین کردم. بریم ببینیم بچه‌ها. تو فلای نکته بهتون میگم، این دست خیلی نباید بالا باشه. خب آرنجم صاف نکنید. آرنجو که صاف کنی فشار میفته دوباره روی قدامی، یه خورده آرنج میشکنه پایین جمع میشه اینجا. اگه اینجوری بیاری بچه ها شرمنده من وسطش شارژ گوشیم تمام شد. خب تمرین نصف نیمه موند، یعنی تمرین زدم و فیلمش نصف نیمه موند. 3 ست فلای زدیم 3 ثانیه، یعنی 3 ثانیه برگشتش. بعد 4 ست کراسوور از بالا زدم با یه ست هم پشت بازو سیمکش مون تا ست آخرش رو دراپ کرد. این از این تمرین امروزم تمام. یه سینه، حتی سینه‌اش خورده ملایم و همچین سنگین نبود. ما سرشونه ولی کامل زدیم. اگه خوشتون اومد ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و اینکه منو حمایت کنید دیگه. امیدوارم که لذت برده باشیم. 2 تا فیگورم بریم و تمام. آقا تا ویدیو بعدی بدرود.